زن مسلمان با 8 مارچ چی کار داره؟ زن مسلمان نمیدانه 8 مارچ یعنی چی. رفت برده بودن، زن حیوانه، ارزش نداره. بالآخره تا حتی زنها را در جنگل ها فرستاده بودن. زن باید مثل یک حیوان به جنگل، خصوصا و علی الخصوص قشر خواهرها. 2 روز قبل روزی بود به نام 8 مارچ، روز زن. ما و شما از رسانه ها شنیدیم، از گوشه و کنار شنیدیم، خواهرها جای جمع میشن، محفل میگیرن، تجلیل میکنن. 8 مارچ، واقعا 8 مارچ اگر زن مسلمان تجلیل بکنه شرم‌آور هست، شرم‌آور. زن مسلمان با 8 مارچ چی کار داره؟ زن مسلمان نمیدانه 8 مارچ یعنی چی. روز جهانی زن. زن مسلمان هم میای جمع میشه میگه 8 مارچ روز زن، و تا حتی بعض انسانهای بدبخت و نافهمی هم در این روز زنها تبریکی میدن، و تا حتی برای زنها گلی یا بالاخره یک دیگه جایزه و تحفه میدن که این روز 8 مارچ هست. آیا زن در طول سال یک روز دارد؟ امروز در دنیا زنها میگن حقوق ما. پس خیلی جالبه، 360 روز یک سال هست، 359 روز مرد، یک روز هم روز زن. آیا همین مساوی هست؟ آیا اینها همین حقوق خود را میخواهند یک روز زن باشه؟ حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها، حضرت عایشه صدیقه، تمام روزها روز فاطمه هست. تمام روزها و ساعتها و ثانیه ها روز و ساعت و ثانیه عایشه صدیقه هست. ولی زنهای مسلمان باید آگاه باشن 8 مارچ چگونه روزی بوده. به دنیای غرب خیلی خوبه، 8 مارچ در امریکا خیلی خوبه، برای مسیحی ها خیلی خوبه. در سال 1908 در یکی از ایالات امریکا، در یکی از شهرها، زنها قیام کردن که ما باید حقی داشته باشیم و حقوقی داشته باشیم. زنها در امریکا اینها را به لیست حیوانات برده بودن. زن حیوانه، ارزش نداره. بالاخره تا حتی زنها را در جنگل ها فرستاده بودن. زن باید مثل یک حیوان به جنگل زندگی کنه. زنها در سال 1908 در یکی از ایالات آمریکا بر سر اینا فشار آمد، بیرون شدن به بازارها و خیابانها، تظاهرات کردن که ما انسانیم و حق میخواهیم. همان روزی که زنهای مسیحی بیرون شدن تظاهرات کردن، روز 8 مارچ سال 1908 بود، یعنی 103 سال پیش. الان سال 2011 از 1908 تا الان شده 103 سال پیش. 100 سال پیش در امریکا روزی به نام روز زن. ولی تو زن مسلمان 1400 سال پیش قرآن میگه تو زنی، شخصیتی، با عزتی، با عفتی، پاک دامنی، محبوب رب العالمینی. 12 ربیع الاول چرا نگاه نمی کنی؟ زنده به گور می شدی در دوران جاهلیت. قرآن آمد و شریعت آمد، دست ظالمین را قطع کرد. ولی تو 12 ربیع الاول و میلاد و بعثت و اینا را فراموش کردی. امروز فقط به زبانت و دخته شده 8 مارچ. 8 مارچ تو زن مسلمان عزت داری. تو به جنگل نبودید 100 سال پیش. 100 سال پیش عزت داشتین. حدیث میگه الجنت تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادر است. این را 1400 سال پیش رسول الله گفتن. قرآن 1400 سال پیش میگه و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، چی زن و چی مرد عمل صالح انجام بده محبوب الله میشه و به نزد الله ارزش پیدا میکنه. آیا 100 سال پیش خدیجه الکبری از جمله زنان کامل شد؟ آیا 100 سال پیش فاطمه الزهرا خیر النساء اهل الجنه شد؟
آیا 100 سال پیش عایشه صدیقه به مقامی رسید که رسول الله میگن نصف دین از عایشه بگیریم؟ من فکر میکنم خواهر مسلمان، اگر با 8 مارچ خلاصه عقیده کنی، به پایبند بشی، وضعیت تو از وضعیت زنان غرب هم بدتر خواهد شد. 8 مارچ در امریکا هست. سایت های اینترنتی آمریکا و وضعیت زنان را در اروپا نگاه کنید که زن آمریکایی و غربی فریاد میزنه که امروز مردی پیدا نمیشه که با من ازدواج کنه. مردان آمریکایی آماده اند که با یک سگ ازدواج کنن، ولی امروز آماده نیستند که با زن ازدواج کنن. به خاطر چی؟ چون او زن احساس کرده 8 مارچ هست. اگر او زن چنگ میزد به کلام پروردگار، اگر چنگ میزد به احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم، با عزت و با عفت و پاک دامن میشد. بناهن ما برای خواهرای مسلمان خود این توصیه را میکنم، از این جایگاه که این جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ای خواهر مسلمان، اگر عزت میخواهی، اگر با عفت میخواهی، اگر پاک دامنی میخواهی، اگر سرفرازی و سربلندی میخواهی، این شعار یهودیت و مسیحیت در کنار بگذار، شعار قرآن را پیش رو بگیر که قرآن میگه، قرآن که میگه در مقابل مادر اف نگو، قرآن که میگه در مقابل مادر احسان بکن، قرآن که صحابه بیامد پیش پیامبر گفت ای رسول خدا من به جهاد میرم، گفت به دنبال کی را داری؟ گفت یک مادر پیرزال دارم. گفت برو نزد مادر جهاد بکن، خدمت مادر. این اسلام میگه. ولی امروز اگر 8 مارچ 5 سال بعد وضعیت زنان 8 مارچ و 10 سال بعد وضعیت زنان 8 مارچ را هم خواهد دیدیم. ولی پنبهار از گوش خواهرها بیرون کنیم که متوجه بشن که حقوقشان در قرآن و قاموس و فرهنگ و معارف اسلامی هست. سروران عزیز و بزرگوار، چون این یک نکته بود که اشاره کردم که خواهرها فریب نخورن. 8 مارچ برای زنهای مسیحی مبارک، ولی برای زنهای امت اسلام 12 ربیع الاول مبارک. روزی که دستها قطع شد که دیگه دختر زنده به گور نکن، دیگه زن خرید و فروش نکن، دیگه زنها مثل کالا به بازار عرضه نکن. زن ارزش داره، زن بالاخره جایگاه داره، زن به نزد الله سبحانه و تعالی را داره. زن اومد یک انسان است، هر دو انسان هستن، هر کدام بیشتر تقوای الهی داشته باشن به نزد الله بیشتر ارزش دارن. صلوات ختم بفرمایید. صلی الله علیه و سلم.